صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین قسمت از انجیل مقدس. ای خدای پدر، مدد فرما تا وجود گناه‌آلود خود را به صلیب مسیح میخکوب سازیم. خواهش‌های نفسانی دلمان را، رفتارهای ناشایسته دست‌ها و پاهایمان را، نقشه‌های شیطانی ذهنمان را، رویاهای فاسد چشمانمان را، کلمات خشن و ظالمانی زبانمان را، تا اینکه انسانیت کهنه ما مصلوب شود و از بین برود و انسانیت تازه در ما زنده شود و نمو کنند و همانند شبیه فرزندت عیسی مسیح بگردد که با تو زنده است و فرمان روایی می کند و با تو و با روح قدوس خدای واحد تا ابدالآباد. آمین. برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگر درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خدا را شکر می‌کنم که این ساعت را به ما عطا کرده تا با شما طالبان حقیقت و راستی باشم و با مطالعه کلام خدا درباره کارهای او و عنایات و فیض عظیمش که در گفتار مقدس انجیل بر ما آشکار گردیده است به گفتگو بپردازم و مژده خدا را به سمع شما عاشقان خدا و طالبان راستی برسونم. برای این منظور توجه خود را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کولوسیه معطوف می‌کنیم و دنباله آیات فصل اول را غذای روح و روان خود می‌نماییم. در برنامه گذشته ابتدا به آیات 16 الی 19 فصل اول اشاره کردیم و دیدیم که در این آیات مقام عظیم الشأن عیسی مسیح را می‌بینیم که او مظهر خداوند است، او کلمه خداست و او یگانه منجی جهان است و اینکه او قبل از اینکه جسم بپوشد وجود داشته، که در این مورد به طور مفصل صحبت کردیم و لازم دانستم که بگویم اگر بخواهیم علم الهی را درک کنیم، مخصوصا تعلیمات کتاب مقدس را در مورد مقام و کار عیسی مسیح، بایستی خدا را از دیدگاهی که مسیح به ما معرفی کرده است بشناسیم تا بتوانیم به درجه علم الهی پی برده و در حقیقت بتونیم مطالب را درک کنیم، زیرا خدا روح است و هر که میخواد خدا را بشناسه بایستی با روح و راستی و ایمان او را بشناسد و نه با مسائل ریاضی. در آیه 20 درباره کفاره دادن گناهان بشر و یا نقش صلیب شدن عیسی مسیح در نجات ما انسانها سخن می‌راند که آیه است بسیار بسیار عمیق و در حقیقت تفاوت بین مسیحیت با سایر مذاهب عالم را نیز میتوان در همین آیه خلاصه کرد که خدا از طریق صلیب شدن عیسی مسیح کفاره گناهان ما را پذیرا می شود و عیسی مسیح با حاضر شدن به اینکه به جای ما جرم گناهان رو تحمل کند تاوان گناهان ما را میده و در حقیقت ما را آزاد میکنه و نه فقط ما را میبخشه، نه فقط از اسارت اهریمن آزاد میکنه، بلکه ما را وارد ملکوت نورانی خداوند مینماید و به ما حیات جاودان عطا میکند. نظر به اینکه این موضوع اهمیت بسیاری داره، اجازه میخوام که پس از قرائت آیه دوباره درباره رابطه رهایی انسان از گناه و ورود او به ملکوت خدا که با مصلوب شدن عیسی مسیح مرتبط است تفسیری به عرضتون برسانم و شما دوستان عزیز التماس دارم که به این موضوع توجه خاص بکنید، زیرا حیات و نجات شما بستگی به پذیرش و یا رد آن دارد و این راه نجات را بر ما آشکار میکند و دعای من اینه که بتونید مطالب را اونطوری که خداوند بیان کرده است درک کنید. پس تمنا میکنم که از خدا بخواهید که در این ساعت هر نوع تعصبات و یا تعلیماتی که قبلا در مورد مسیح شنیده اید کنار بگذارید و اجازه بدید که روح قدوس خدا بر شما نازل بشه و معلم شما باشه و این آیه را روح خدا براتون تفسیر کنه، نه من فقط سعی میکنم به طور ساده آن را براتون بخونم، بازگو کنم و از خداوند میخوام که روح قدوس خدا شما رو تعلیم بده. حضرت پولس به مسیحیان شهر کولوسیه اینطور میگوید:
زیرا خدا بدین رضا داد، دقت کنید، زیرا خدا بدین رضا داد که تمامی پری قدرت در مسیح باشد و اینکه به واسطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد. همه چیز یعنی من و شما نیست، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد، بلی به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. اجازه میخوام که این دو آیه رو به زبان ساده تر براتون بخونم. رسول خدا میگوید خدا اراده فرمود که تمامی پری خداییش را در عیسی مسیح قرار بده، یا مسیح مظهر خدای تعالی بشه. به خاطر لطفی که مسیح در حق ما کرد، خدا راهی هموار فرمود تا همه چیز چه در آسمان و چه در روی زمین به او دسترسی پیدا کنند، چون که جانبازی مسیح روی صلیب و خونی که او در راه ما ریخت همه را با خدا صلح داده است. و ما به تفسیر این آیات از دیدگاه ما مسیحیان توجه فرمایید. همانطور که عرض کردم، ما مسیحیان میگوییم که نجات و رستگاری از گناه در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح میسر گردیده است. البته این را کلام خدا میگوید و ما از کلام خدا آن را اعلام میکنیم. ولی مقصود ما چیه؟ ببینید، جان نثاری عیسی مسیح بر روی صلیب چگونه باعث نجات میشه؟ و مقصود این آیه که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد چیست؟ اینها مطالب فلسفی و عرفانی نیستند که بتوان راجع به آنها به کمک تخیلات قلم فرسایی کرد. دوستان دقت کنید، اینها مطالب فلسفی و عرفانی نیستند که بتوان راجع به آنها به کمک تخیلات انسانی قلم فرسایی کنیم، بلکه بیان نتیجه است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی برای اشخاص حاصل شده است. لذا تنها اشخاصی میتوانند راجع به آن صحبت کنند که اثر ایمان خود و نتایج آن را نسبت به آن وقایع در زندگی خیش لمس کرده باشند و عملاً به آنها ثابت شده باشه. به عبارت دیگر، هر مسیحی باید بتواند نشان بدهد که جان نثاری عیسی مسیح در روی صلیب در زندگی او چه اثراتی داشته است. هر فرد مسیحی باید آن صلح و آرامش و نیرویی رو که اشخاص بیشمار در طی تاریخ در اثر ایمان به جان نثاری عیسی مسیح بر روی صلیب از خود بروز داده‌اند برای خویشتن کشف نماید و آنگاه راجع به آن مکاشفه به دیگران شهادت دهد. آنچه که در اثر ایمان به مصلوب شدن عیسی در زندگی مؤمنین اتفاق افتاده است، به طریق‌های مختلف و به کمک تمثیل و استعاره‌های گوناگونی نیز بیان شده است. از جمله بعضی‌ها می‌گویند آزادی از اسارت گناه، یا بازخرید و تاوان و فدیه گناهان، و یا تبدیل ظلمت به نور، و یا رهایی از نیروی شرارت و تبدیل دشمنی به دوستی و عداوت به محبت و غیره. همونطور که ملاحظه می‌کنید، طرز بیان مختلفه. هر کسی از یک کلمه و یا تمثیل به کار میبرد، ولی همگی روشنگر و مبین تجربه واحدی است که در اثر یک واقعه برای اشخاص رخ داده است و آن واقعه همانا جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب می باشد. و ما مسیحیان وظیفه داریم که به نیرویی که تصلیب مسیح در زندگیمون داشته شهادت بدهیم و بیان کنیم که در اثر آن چگونه اشخاص شریری مثل ما مبدل به افراد خیر و پاکی تبدیل شدند و چطور نیروی زنجیری شرارت از ما شکسته شده و مردمی خودخواه ناخودخواه شدن و مال و جان خودشون رو حالا در وقف خدمت خدا و خلق میکنن. در زندگی این افرادی که مسیح رو چشیدن و به او تسلیم شده از او پیروی میکنن، نیروی جذاب مصلوب شدن مسیح مشاهده میگردد که آن خدمتگزاران را وادر به آن نوع خدمت کرده است. و دوستان، همین افراد بودند که در حدود 150 سال پیش وقتی که کشورمون از هر نوع درمانی محروم بود، از راههای بسیار دور به سرزمینمان آمدند و اولین بیمارستانهای مدرن را در شهرهای اصفهان و شیراز و تبریز و کرمانشاه و سنقر و مشهد و زاهدان و همدان و غیره بنا کردند. و ای عزیزان، پاسخ به این پرسش که مصلوب شدن مسیح چگونه باعث نجات می‌گردد باید در آثار عملی آن ایمان در زندگی این مؤمنین جستجو کرد.
و کتاب مقدس صلیب مسیح رو بهترین تعریف برای محبت میدونه، بهترین نیرو برای این افراد میداند. همونطور که میدانید بهترین تعریفی که مسیحیت از پروردگار دارد ایند که خدا محبت است و محبت برای بخشیدن محبوب احتیاج به تشویق و ترغیب ندارد. خدا محبت است و محبت برای بخشیدن محبوب احتیاج به تشویق و ترغیب ندارد. فقط باید آنچه که مانع محبت است از میان برداشته شود. ببینید خدا محبت است. کلام خدا تعلیم میده که او محبته، ولی مانعی در محبت خدا با مخلوقش هست که باید برداشته بشه و این مانع وجود خودسری و خودخواهی یعنی گناه ما انسان هاست. گناه بشر و یا این مانع را بجز از راه متحمل درد و رنج از راه دیگری کلام خدا میگه نمیتوان از میان برداشت. چه هر جا که شرارت با محبت تلافی کند درد و رنج ایجاد می‌گردد. هر جا که شرارت با محبت تلافی بشه درد و رنج به وجود میاد. برای همینه که محبت، شخص وقتی محبت میکنه دوستان عزیز درد میکشه، رنج میکشه. محبت یعنی فداکاری، حاضر شدن که درد و رنج را تحمل کردن. حالا اینکه مسیح با تیپ خاطر واقع صلیب را میپذیره و با آن گردن مینهد برای این بود که او با محبت فائق الهی یکی گردد. مسیح برای انجام اراده خدا در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه جان داد. مسیح برای انجام اراده خدا در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه جان میده. کدام فرد حساس و با محبتی است که نداند که در راه کجروی‌های محبوب میبایستی خود متحمل درد و رنج بشه؟ کدام فرد حساس و با محبتی است که ندونه که در راه کجروی‌های محبوب خود میبایستی خودش متحمل درد و رنج بشه و بدین وسیله کجروی‌های و شرارت‌های یار خیش را در خود جذب کنه. انبیای اسبق به این حقیقت مهم پی برده بودند و خود عملاً آن را در زندگی خیش تجربه کرده بودند. از جمله یکی از این انبیا در کتاب خود می‌نویسد: او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده، مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوریم. لیکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود. دوستان عزیز، این آیات پیشگویی هستند درباره مسیح و صلیب او، زیرا که او به جای ما و برای خاطر خودخواهی‌ها و گناهان ما متحمل درد و رنج گردید. به عبارت دیگر مسیح شهید محبت می شود. مسیح شهید محبت می شود و چون ذات و طبیعت الهی محبت است، خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. بعضیا ممکن است که در اینجا ایراد بگیرن و بگوین که درست است که خدا محبته، درسته که خدا رحیمه، ولی او قادر مطلق نیز هم هست. پس چرا نتونه بدون دردسر، بدون اینکه مسیح کشته بشه، بدون اینکه مسیح مصلوب بشه، گناه را بر عالمیان ببخشه؟ اگر خدا قادر مطلقه و اگر این راهی که شما میگید درسته، دیگه چرا درد و رنج و جانساری پیش بیاد؟ چه لزومی دارد اگر خدا با کلامی همینطوری گناهان بشر را ببخشه و دیگر کسی درد و رنج نکشه؟ دوستان، جواب این است که بخشش بدون درد و سر بخشش محسوب نمیشه، بلکه یک عمل مکانیکی است که یعنی نادیده گرفتن شرارت بشر، نادیده گرفتن
نادیده گرفتن این خطایای ما. و دوستان عزیز، این خودش یک نوع شرارت محسوب میشه. اگر خدا گناهان ما را همینطوری نادیده بگیرد، خود نوعی شرارت محسوب میشه و البته در گناهکار حسن اثر نخواهد داشت، بلکه چه بسا که وی را حتی به ارتکاب بیشتر شرارت نیز تشویق کند. بخشش وقتی اثر دارد که بخشیده شده بداند که بخشنده با بهای گناه او را بخشیده است، تاوانی برای داده است. دقت کنید دوستان عزیز، بخشش وقتی اثر دارد که بخشیده شده بداند که بخشنده با بهای گناه او را بخشیده است. کسانی که شدت درد و رنج شرارت را کشیدند می‌دانند که چه دشوار است بخشیدن. کسانی که شدت درد و رنج شرارت را کشیده اند می‌دانند که چه دشوار است بخشیدن. دوستان، نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را ندیده بگیرد و با گفتار میهانتویی از آن بگذرد، بلکه در این است که اثر شرارت را در خود جذب کند و با تحمل درد و رنج آن جذب و با رویه بخشش گناهکار را بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیز تحولی در روح و قلب و ذهن شخص به وجود آورد. درک چگونگی اهمیت شرارت بشر در نظر خدا برای ما غیر قابل تصوره. قدوسیت خدا نمیتواند شرارت را نادیده بگیرد و محبت وی نمیتواند گناهکار را به حال خود رها کند. دقت کنید دوستان عزیز، در این رازی است بسیار عظیم و این در انجیل آشکار شده که قدوسیت خدا نمیتونه شرارت را نادیده بگیرد. خدا خدای قدوسه. خدا قانونی در جهان نهاده که هیچ چیزی از آن نمیتونه خود را مستثنا بداند. ولی محبت خدا نیز از سوی دیگه نمیتونه انسان گناهکار را به حال خود رها کند و به اصطلاح خدا کاری به انسان گناهکار نداشته باشه. قدرت بی حد خدا این را امکان پذیر می‌گرداند که شرارت را در خود جذب کند و از آن را گناهکار را بیامرزد. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارت بار و عملی خودخواهانه می‌گردد، خدا در آنجا حضور دارد. بنابراین دوستان عزیز، هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارتبار و عملی خودخواهانه گردد، خدا در آنجا حضور دارد. یکی از اشکالاتی که در راه قبول روش صلیب قرار دارد اینی که گفته می شود که تحمل درد و رنج از طرف شخص بیگناهی برای رهایی گناهکاران خارج از انصاف و حتی غیر اخلاقیه. میگویند که اصل عدالت ایجاب میکند که افراد مسئول اعمال خود باشند و این درست نیست که شخصی در راه تقصیرات دیگران مصیبت ببیند، چه برسد به اینکه جان شیرین خود را هم در راه آنان فدا کند. دوستان عزیز، البته این نوع طرز فکر و معادل کاملا صحیحه، منتها در صورتی که عشق و محبت را در آن وارد نسازیم و فقط استدلال ما بر به اصطلاح مسائل ریاضی باشه. ولی موضوع اینجاست که عامل عشق و محبت عامل بسیار مهم و واقعی می باشند. حقیقت این است که در این دنیا شرارت و درد و رنج وجود داره. حالا اگر بگوییم که هر کسی مسئول اعمال خیشه و مشکلات افراد به کسی دیگری مربوط نیست به جز خودشان، آن وقت محبت و همدردی و فداکاری که باعث گرمی دلها و التلای روح بشریت می شود از بین میره و جهان مبدل به جنگلی سرد و بیروح خواهد گردید که زندگی با حیوانات درنده فرقی نخواهد داشت. گاهی در این زندگی فانی اتفاق می‌افتد که شخصی بدون در نظر گرفتن سود شخصی برای شخص دیگری غمخواری کنه و به اصطلاح بلاگردان او میشه و حتی جان خود را نیز در راه او نثار میکنه. در نتیجه این نوع محبت و فداکاری نیروی عظیمی در محیط سرد داده میشه که اگر افراد خود را در معرض آن قرار بدهند وجودشون از خودخواهی پاک میشه، شفا مییابند، جان تازه میگیرند. حالا باید دانست که آوردن امثال و اشعار و یا داستان‌های مناسب ممکن است در فهم موضوع صلیب ما را یاری بده، ولی واقع صلیب را در واقع نمیتوان همانند هیچ کدام از آنها دانست. تصلیب مسیح واقعی است بی‌نظیر و جاذبه‌ای دارد که جانهای دردمند را چون آهنربا به خود جذب می‌کند و آنها را شفا می‌بخشد و آرام می‌نماید.
در صلیب عیسی مسیح با نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد، زیرا که آزادانه و از روی میل کلیه اثرات آن را در خود جذب میکند و بدین وسیله از پراکنده شدن شرارت و گناه جلوگیری مینماید. در صلیب مسیح با نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد، زیرا که آزادانه و از روی میل کلیه اثرات آن را در خود جذب می‌کند و بدین وسیله از پراکنده شدن آن جلوگیری می‌نماید. آرزوی انتقام و در دل پروراندن کینه و نفرت شرارت را همیشه زنده نگاه می‌دارد و به آن تداوم می‌بخشه و به افزایش شرارت هم کمک می‌کنه، در صورتی که جذب کردن شرارت در خود به قیمت تحمل درد و رنج و ابراز روحیه بخشش سبب میشه که از سرایت شرارت به اطراف جلوگیری کرده و حتی به عمر آن نیز پایان داده شود. برای کسانی که خود را سالک در این طریق محبت می‌دانند زندگی تازه‌ای آغاز میشه، زیرا که برایشان نیروی شرارت شکسته میشه و راه نجات گشوده میشود. در اینجا باید اذعان نمود که در الهیات مسیحی چگونگی عمل نجات بخش مسیح را از طریق صلیب نمیتوان کاملا تشریح نمود و در برابر آن پای استدلالیان همیشه چوبین خواهد ماند. یعنی این موضوع رو نه فقط نبایستی با مسائل ریاضی حل و فصل کرد. این موضوعی نیست که به وسیله انسان به وقوع پیوسته که بتونیم با عقل انسانی اون رو توضیح و تفسیر کنیم و بفهمیم. تنها کاری که از ما انسان‌ها ساخته است اینه که نشانی این راه را به مردم بدهیم و راه آن را آشکار سازیم، زیرا باید دانست که عظمت تحمل درد و رنج مسیح دریافتنی است و نه آموختنی. عظمت تحمل درد و رنج عیسی مسیح دریافتنی است نه آموختنی. ایثار نفس و قبول صبورانه لزوم تحمل درد و رنج و جانثاری او در راه محبت، اینها همه عواملی است که اشخاص حساس را به تفکر و تأمل وامی دارد. مصلوب شدن مسیح واقعی نبود که ناگهانی اتفاق بیفتد، بلکه نتیجه انتخاب راهی بود که وی عالماً و آمداً برای خیش برگزیده بود. صلیب مسیح نتیجه برخورد محبت فائقه عیسی مسیح بود، آن هم با شرارت متراکم بشری. وقتی که محبت به طرز کامل ابراز گردید، شرارت نیز به طور کامل مغلوب شد و نجات از آن را میسر گردید. بنابراین صلیب مسیح از یک طرف نمایانگر ذات و طبیعت آدمی است و از طرف دیگر روشنگر شخصیت مسیح است. صلیب نتیجه برخورد محبت فائقه عیسی مسیح بود، آن هم با شرارت متراکم بشری. وقتی که محبت، دقت کنید دوستان عزیز، وقتی که محبت ابراز گردید به طور کامل، آن وقت شرارت نیز به طور کامل مغلوب شد و در نتیجه نجات از آن نیز میسر گردیده. در واقع صلیب آینه است که هر دو را در آن میتونیم دید: کاملیت نجات و نابودی کامل شرارت. دوستان عزیز، برای درک و فهم بهتر صلیب لازم است که ما به تمام جنبه‌ها و نقشه و هدف خدا برای نجات بشر توجه کنیم. سخن بسیاره ولی وقت بسیار کم. فقط لازم است که این را همیشه به خاطر بسپاریم که قدوسیت خدا نمیتونه نسبت به گناه و شرارت ما عکس العمل نشون نده. قدوسیت خدا نمیتواند در برابر گناهان بشر سکوت کند و عکس العملی نشان ندهد. ولی در این حال محبت خدا آنقدر عظیم است که این محبت نمیتونه در برابر انسان عاجز و گمراه و اسیر و گناهکار بی تفاوت بمونه. برای همینه که خدا انبیا رو فرستاد، چون که خدا انسانهای گناهکار رو دوست داره، هرچند از اعمال گناه‌آلودشون متنفره. محبت خدا آنقدر عظیم است که نمیتونه در برابر انسان عاجز و گناهکار و اسیر و گمراه بی تفاوت بمونه. و انسان نیز نمیتونه با قدرت خودش خود رو به خدا برسونه و خودش رو از اسارت اهریمن آزاد کنه، چون اسیره. قدرت خدا در محبت در صلیب مسیح آشکار گردیده است. قدرت خدا در محبت در صلیب مسیح آشکار گردیده است و پذیرای فداکاری عیسی مسیح
در راه ما سبب میشه که بتوانیم به محبت عظیم خدا پی ببریم و بدین وسیله خداوند به ما که صلیب مسیح را پذیرا شده ایم و در حقیقت او را به عنوان نجات دهنده خود قبول کردیم میگوید که ای فرزندم بیا تو بخشیده شده ای، چون که جرمی که تو باید تحمل میکردی و بهایی که تو به خاطر گناهانت میبایستی بپردازی به وسیله فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب پرداخت شده است. او گناهان تو را بر دوش خود حمل کرده تا تو را آزاد کند. بیا و در ملکوت ابدی ساکن شو. اثر صلیب صلح به وجود آمدن بین انسان و خداوند است. اثر صلیب صلح به وجود آمدن بین انسان و خداوند است و این را مسیحیان عملاً تجربه کرده و می‌کنند. و مقصود پولس در آیه 21 همین است، وقتی که میگوید و شما را که سابقاً از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید بالفعل مصالحه داده است. میگه یک موقع شما دشمن خدا و از خدا روی گردان بودید، اعمالتون رو آشکار میکرد و نیتهای بد و کارهای زشتتان شما را از خدا جدا کرده بود، ولی حالا او شما را پیش خود راه داده است تا دوستان او باشید، فرزندان او باشید. و عیسی مسیح با فدا کردن بدن انسانی خود روی صلیب این راه را براتون گشوده است و خوشا به حال شما اگر امروز در این راه قدم بردارید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده منجی جهانیان با شما باشد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.